نیاد عزیزان. غیر مجاز میگه هیجان زدم میشی، دستم میزنی، بعدا شما میرین خونه هاتون منو میبرن. بله. کما این که من در میان جمع چهره های نورانی و خطرناکی ببینم، تکلیف من چی میشه مثلا؟ حضور یک هنرمند سرخپوش روی صحنه، سرکار یک بانو مخدره، داله بر اینه که حسن گورتو گم کن دیگه. وقت تموم. آقای ریوندی من از شما بسیار سپاسگزارم. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اختیار. به چقدر شما شیرین صحبت میکنید. آقای ریوندی شما از هر دری سخن گفتین، لطیفه عنوان کردین، بیان کردین، اما داستان جاموندن خودتون رو از قطار برای عزیزانی که راه آهنی هستن تعریف نکردین. داستان جاموندن من از قطار میدونین داستان معروفشون رو؟ میخواین از زبون خودش بشنوید من دیگه ریا نکنم؟ بله اجازه دارم بگم؟ حتما. شما صاحب اختیار ما هستید. سلامت باشین. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک روز من ایستگاه راه آهن یک کاری رو داشتم. وقتی که چند قدم رفتم دیدم آقای ریوندی خسته، کوفته، مونده، اخمو، زار و نزار دارن پیش میان. گفتم آقای ریوندی سلام. سلام خانم علومی. گفتم که شما کجا؟ اینجا کجا؟ چه کار میکنین؟ چرا اینقدر غمگین؟ همیشه من شما رو شاد دیدم در محافل و مجالس برای طنز و تقلید صدا. ایشون فرمودن که خانم علومی دست به دلم نذارین. گفتم چی شده؟ گفتن من از قطار جا موندم. گفتم این که اشکالی نداره، قطار بعدی مگه کجا میخواستیم بریم؟ گفتن شب من مشهد یک برنامه‌ای داشتم، به خاطر این از قطار جا موندم، الان ناراحتم. گفتم خب باز هم ناراحتی نداره، با قطار بعدی میتونیم بریم. ایشون فرمودن که نه، قضیه چیز دیگه ای هست. آخه من با 2 تا دیگه از دوستان بودم، ما با هم دویدیم که بریم به طرف قطار، قطار حرکت کرد. یکی از دوستام سریع وارد قطار شد، دوست دومم دست دوست اولی رو گرفت و اونم وارد قطار شد، اما من به اونها نرسیدم. گفتم خب بازم این اشکال نداره، فرصت زیاده، با قطار بعدی میرین. ایشون فرمودن که نه، آخه این 2 تا رفقا اومده بودن منو بدرقه کنن. ماجرای تلخ بود واقعا، کاش نمیگفتی. خب از اون تاریخ هم بازم شما جا موندین از قطار؟ بله. یا دیگه فراموش کردین راه آهنیا رو؟ از این مسائل زیاد بوده. بله. اما موافق هستیم ما سالن رو ترک کنیم ان شاءالله؟ والا صحبت‌های آقای ریوندی خیلی شیرین